رضا همین دانشجوی رشته برق مخابرات دانشگاه شریف کجا زندگی میکرد؟ یک نقطه بسیار دور افتاده توی شهرستان محمد شهر رستم بودش که خیلی دسترسی به اونجا سخت بودش و وقتی که ما رفتیم اونجا تصور کن دو تا کوه خیلی بلند با یه دره عمیق و وقتی رفتیم بالای کوه چند تا خانواده اونجا زندگی میکردن که هیچ امکاناتی نداشتن، هیچ امکاناتی. مایی که خونه رضا رو به سختی پیدا کردیم، رضا الان کسیه که خودش مبتکر نوعی از GPS و این خیلی برای ما جالبه. حاضر امین آراسته از 26 استان ایران بورسیه فعال داره. شهر و روستاهایی که به سختی اسمشون روی نقشه مشخصه. از سال 88 تا الان امین آراسته مفتخره که حدوداً 2300 تا فارغ التحصیل داشته. از بین این 2300 نفر ده‌ها پزشک متخصص، کارآفرین، مخترع و استاد دانشگاه از فارغ التحصیلان بنیاد امین آراسته هستند. 50 سال پیش زن و شوهر کرمانی برای راه اندازی مؤسسه فنی حرفه‌ای خونه خودشون رو بخشیدن و اجاره نشین شدن. حسین امین و پروین آراسته در سالهای بعد حامی ساخت چندین مدرسه، آموزشگاه و دانشگاه شدن. چند سال بعد این زن و شوهر کرمانی به این نتیجه رسیدن که مسیر نیکوکاری خودشون رو جهت‌دارتر کنن. سال 1388 شد تولد بنیاد امین آراسته. خدمات دریافتی بورسیه‌های امین آراسته محدود به دریافت کمک هزینه‌های تحصیلی ماهانه و کمک هزینه‌های جهت شرکت در دوره‌های آموزشی و خرید کتب کمک درسی، وام قرض‌الحسنه، بلاعوض شرکت در آزمون‌های آزمایشی مثل قلمچی، خیلی سبز، دسترسی به پلتفرم آموزشی ویژه دانش آموزان مثل منیاز و پلتفرم مهارت آموزی مثل مکتب خونه، دریافت اشتراک تاقچه و اهدای گوشی و لپتاپ نیست، چرا که در تمام این مسیر رشد توسعه فردی، تحصیلی و شغلیشون یک تیم متخصص از مددکاران اجتماعی پا به پا و همراهشون هستن تا با هر چالشی که روبرو میشن به خوبی ازش بگیرن. اینجا جاییه که اگه خودت بخوای تلاش کنی و بر خلق آیندت قدم برداری، امین آراسته هم با جون و دل کنارت.